امروز 1 آگوست است و تازه‌ترین خبرگزاری‌ها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز. نخست سرخط موضوعات. رئیس کانی بادام تصدیق کرد که در تحقیق کشتارهای سر و صدای این شهر پیشرفت جای دارد. یگان تام کشتارها بین یکدیگر علاقمندی ندارد. در حالی که دومای دولتی روسیه به طور منظم سنگین‌تر نمودن بودوبوش مهاجران را پیشنهاد می‌کند، مقامدار تاجیک مطمئن است که این عمل گروه‌های هنگام‌جوی میباشد. این را بی‌واسطه به سیاست رسمی دولتی این کشور علاقمند دانستند. من گمان می‌کنم که آنقدر صحیح نیست. و جنگلبانان کلوب صدها کیلوگرم پیسته نورسید را مصادره کرده می‌خواهند مسئولان چینیش غیرقانونی آن را به جوابگاری کشند. نفرایی که به اجازه چینیش پیسته را سر کردگان شهرنامه‌شون را قطع کردگی بیکار کردگان. غیرمنتظره از زندان‌های روسیه به یک جای انتقال داده شدن احتمالاً 9 فعال مدنی و یک شهروند آمریکا و همچنین از فهرست محبس‌های آمریکا ناپدید گردیدن نام چند شهروند روسیه اوازه‌های را قوت دادند که مقامات روسیه، آمریکا و یک قطار ممالک اروپا تبادل محبوسان را برگزار کردند. در حالی که یگان منصبدار دولت آمریکا یا روسیه در این باره چیزی نگفتند، احتمال می‌رود این کلانترین تبادل محبوسان در دوره بعد از جنگ سرد باشد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال خبرنگاران روز 1 آگوست گفت: من تا حال در این موضوع حرفی ندارم. اما وکیلان دفاعی چند نفری با نفوذی که در محبس‌های روسیه نگهداری می‌شوند میگویند مکان بودوباشی زیر حمایه آنها نامعلوم شده است و این وضع است که اکثر وقت هنگام انتقال محبوسان به عمل می‌آید. در بین چنین محبوسان فعالان مخالف ولادیمیر کارامورزا، ایلیا یاشین و دیگران هستند. در بین خبرنگاران رسانه‌های غربی این تخمین‌ها می‌چرخند که ممکن روزنامه‌نگاری وال استریت جورنال ایوان گرشکوویچ و کارمند رادیو آزادی آلسو قرماشوا در میان این افراد باشند. در این باره پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، استیون کاپوس از جمله گفت: ما امیدواریم همه محبوسان سیاسی که بی اساس در زندانند، مخصوصاً روزنامه‌نگاران به مانند آلسو و ایوان، باید نزد عزیزانشان برگردند. در رابطه با حبس 3 روزنامه‌نگار دیگری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که ناعادلانه 2 نفر در بلاروس و یکی در کریم اشغال شده زندانی‌اند، گفتنیم که آنها هرگز فراموش نشدند و تمام کار کرده می شود تا آنها به آزادی برسند. و بینندگان عزیز، همین حالا چند از رسانه‌های بریتانیا و آمریکا خبر دادند که تبادل آغاز یافته است. تفصیلات بیشتر را می توانید در سامانه ما پیگیری کنید. خب، به همین حالا گفته شد که خبرنگاری رادیو آزادی آلسو قرماشوا به آزادی برآمده است. خبر را پیگیری میکنیم و به زودی به شما تفصیلات را خواهیم گفت. برمیگردیم به تاجیکستان. هفته گذشته ماموران وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد یک ساکن شهر کانی بادام را با گمان کشتار 2 خانواده در دهه سنجیدزار بازداشت کردند. حادثه کشتار شب 28 به 29 می رخ داده. میان مردم ترس و وهم را به بار آورد، چون در پای آن 6 عضو 2 عائله کشته شدند. مقامات قدرتی تاجیکستان درباره بازداشت گمانبر اطلاع نشر نکردند، ولی رئیس شهر کانی بادام بعضی از جزئیات آن را به روزنامه‌نگاران بیان داشت. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. شخصیتی هم یک نفرش معین شدگی. عبدالسلام تختسونزاده، رئیس شهر کانی بادام، روز 31 ایول در نشست خبری از بازداشت یک گمانبر شده کشتار دهه سنجیدزار خبر داد. حادثه 2 ماه پیش رخ داده در منطقه سر و صدای زیاد برپا کرده بود. حادثه سنجیدزار کن همون معین شدگی علاقه راستگاه و گروه فوری تفتیشات پرکراتوری گنرال این تفتیشات بروسوس اخباراتی که در من هست، یک نفر همون راستگاه با میگه معین کرده که گشتگی و باقی مانداش با افسوس کنید. این هم البته روزهای نزدیک به شما با این به اخبارات میتین. در حالی که شهرداری کانی بادام از دادن جزئیات درباره شخصیت و مقصد این قتل ها خودداری کرد، بعضی از منبع‌های رادیو آزادی گفتند که مقصد کشتار دزدیدن مال و اموال بوده است. بازداشت گمانبر به اطلاع دریافتی تقریبا 1 هفته پیش صورت گرفته است، اما جزئیات آن به سبب به تفتیشات خلل نرساندن گفتن نمی شود.
مقامات خبر را تصدیق یا رد نمی کنند و به همین سبب درباره شخصیت گمانبر و هممسلکانش معلومات زیاد نیست. این هم در حالی است که به گفته عبدالسلام تختزونزاده 5 حادثه وزین کشتار در نیم ساله اولی امسال در حدود شهر به قید گرفته شده است. همه این کشتارهای دیگر یک گردش به اون تا علاقمندی دارند. چیزی که بسیاری همه واسطه اخباری اومد همش گردش به علاقمندی کردن که این چیزایی که حالتی هست که ما همش تقریبا که من شنا شدگی همینجا میدونیم یگان تام کشتارو بین یکدیگر علاقمندی ندارد. شهرداری کنیبادام اینچنین درباره دزدی و غارتگری و وحشت افکنی برخی از نوارهای اینترنتی را شرح داد. او گفت که حالتهای دزدی در شهر در این مدت خیلی کم شدند و گپ و آوازها در شبکه‌های اجتماعی اساسی واقعی نداشت. سیاه‌پوشی و یک چیزی حالت حدود شهری کنیبادام نبود و گرفته راستی همین گرفته پرتافتن و همین شبکه‌های اجتماعی نبود و یگان جوی باید شهری کنیبادام ماننده نبود. این که آدم هم نیستند. اکوی همه یک چیز مثال برای که مردم تهلکه و انداختن. این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر قرار دارند نگران کرده است. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی در این موضوع نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری کنیبادام. دیروز در آخرین جلسه پیش از تعطیل توبستانه در دومای دولتی روسیه بحث مهاجران صورت گرفت. معاون رئیس دوما ایرینا یراویا پیشنهاد کرد که حکومت قانون‌های مربوط با مهاجرت را سخت‌تر کند و در مد اول اخراج شونده‌ها را نه در مرکزهای نگهداشت خارجیان بلکه در بازداشتگاه‌های عادی جنایتکاران جای دهند. عموما در نیم سال اخیر تقریبا روزی نبود که در دومای دولتی مجازات مهاجران و شدیدتر کردن شرایط بود و بوش آنها بررسی نشود. در همین حال رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در نشست خبری دیروزش ابراز داشت که موقع حکومت روسیه نسبت شهروندان خارجی بد نشده است بلکه رسانه‌های گروهی شرایط مهاجران را ناگوار نشان می‌دهند. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی. هرچند فشار و بدرفتاری با مهاجران در روسیه به دستور قانونگذاری و تلاش نهادهای دولتی این کشور جریان دارد، خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید فشار و مناسبت درست با مهاجران موقع حکومتی رسمی روسیه نیست. این اظهارات رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 31 ایول در نشست خبری صدا داد. مناسبت شهروندان یک کشور و شریک استراتژیمون نسبت به شهروندان ما رسانه‌ای میشوند، این نه مربوط به سیاست رسمی دولتی فدراسیون روسیه هست بلکه وابسته به آن است که در فضای اطلاعاتی این کشور چگونه تصورات ها درباره مهاجران مهنتی نشر می شود و متاسفانه هم در فضای اطلاعاتی فدراسیون روسیه تصورات نادرست از مهاجران مهنتی نشر می شود، یعنی که این مسئله جای دارد و همه منبع‌های اطلاعاتی، سرچشمه‌های اطلاعاتی آنها نیز سرچشمه‌های دستگیری خودشان را دارند و بنابر همین هم این رو بی‌واسطه به سیاست رسمی دولتی این کشور علاقمند دانستن. من گمان میکنم که آنقدر صحیح نیست. این اظهارات در حال صدا می‌دهد که خدمات دولتی، پارلمان، کمیته تفتیشات و پلیس روسیه به تکرار از تنظیم مهاجرت و راندن مهاجران آسیای مرکزی یا به وطنشان یا به جنگ اوکراین اعلامیه و بیانیه می‌دهند. رئیس نهاد برنامه‌ریزی استراتژی تاجیکستان اینها را نه تنگ شدن شرایط برای مهاجران بلکه تلاش‌های روسیه برای تامین امنیتش می‌داند. بعضی از روندهایی که ما مشاهده می‌کنیم این وابسته به تنظیم حقوقی بود و باش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه هست. این اظهار نظر در حالی است که در پی حادثه کراکوس و در ماندن صدها مهاجر در فرودگاه‌های روسیه، سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 30 اپریل در یک صحبت تلفنی با همتای روسش گفته بود
چنین برخورد منفی با شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق آزادی‌های آنها با پرینسیپ‌های مناسبت‌های دو جانبه موافقت نمی‌کند. هرچند فشار بالای مهاجران تاکنون دوام دارد، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت اطمینان کامل دارد که در همکاری سازنده دو جانب که شریک استراتژی هستند این مسئله به طریق مثبت حل می شود. بدرفتاری با مهاجران از رأس مرکزی در روسیه همیشه وجود داشت، ولی بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 و حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال گسترش و شدتی بی‌سابقه پیدا کرد. در این پس منظر کاربران شبکه‌های اجتماعی و صفحه یوتیوبی رادیو آزادی می‌نویسند که تاجیکان در این بین از بی‌پناه‌ترین قشر مهاجرانند که بیش از دیگران هدف بدرفتاری و ستیزه قرار می‌گیرند. بنابر آمار از ماه اپریل تا پایان ایول تنها با راه هوایی نزدیک 3500 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. میرویم به جنوب تاجیکستان. مقامات جنگل منطقه کولوب از خام چیدن پیسته نگرانی میکنند. عادتا موسم پیسته چینی ماه اوت سر می شود، ولی جنگلبانها الکی از مردم محلی صدها کیلو این میوه خودروی کوهستانی را که نورسید چیده شده است مصادره کردند. مسئولین میگویند باید اجازت نداد که پیسته تاجیکی نابود شود. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. بخشی از پیسته‌زارهای منطقه کولوب مقامات هنوز اجازه چیدنش را نداده‌اند. میگویند نیمه ماه اوگوست زمان جمع‌آوری حاصل است، ولی جنگلبانها شکایت دارند که مردم اطراف تاکنون صدها کیلو پیسته خام یا نورسیده را کنده‌اند. بیش از 30 نفر را با همین گناه جزا داده‌اند و یا پرونده‌شان در حال بررسی است. اصلا 4 تا در نویای همدونیای 4 کس. خب 6 نفر خوجاگی جنگل سرچشمه داره. اینو رو من میگم که کپیدیم و جریمه کردگی پیستوشون گرفتگیم و درآمد کردگیم. 25 نفر خوجاگی جنگل نویای دنگره داره که نو با هم رویخط کردگی هم در پرکاتور سپردگی هم. بغیر از این خوجاگی جنگل نویای دنگره 4 نفر اون نفرایی که به اجازت چینش پیسته را سر کردگیان شهردارشون قطع کردگی بیکار کردگیان. جمع‌آوری پیسته خام برای بخشی از مردم وسیله اساسی روزگذرانی بوده است، چون میگویند کار و درآمدی معین ندارند. تاجیکستان زیاده از 80,000 گکتار پیسته‌زار خودرویی دارد. قسمی اساسی آن در حدود ولایت ختلان است. در سالهای گذشته پیسته در برابر پخته یکی از محصولات صادراتی تاجیکستان به اتحاد اروپا ذکر شده است. سال پیش حاصل پیسته بسیار کم بود و نه تنها صادرات آن کاهش یافت، بلکه به نرخ در بازارهای جمهوری تاثیر رسانید. 1 کیلوی آن تا 150 سومانی بالا رفت. جنگلبان‌های منطقه کولوب میگویند حاصل امسال در مقایسه با گذشته زیاد است. نقشه دارند تا 27 تن پیسته جمع بیارند و به بازار برارند. معلوم نیست کوشش آنها نرخ پیسته را در بازارها پایین و دانه‌اش را در روی دسترخوان مردم فراوان خواهد کرد یا نه. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. و مرزبانان روز چند مهاجر ازبکستانی را که میخواستند برای پنهانی سرحد را عبور کنند بازداشت نمودند. اکنون به آنها زندان تهدید میکند. شادمانی تیم در این باره بیشتر میداند. 4 شهروند ازبکستان کوشش کردند در داخل ماشین خربوزه پنهان شده غیر قانونی وارد روسیه شوند. Откройте, пожалуйста, коробки. مرزبانان در گذرگاه سرحدی اوزینکی ولایت سراتوف خواستند ماشین بارکش را که از ازبکستان خربوزه می آورد تفتیش کنند. هنگام سنجش معلوم شده است که در ماشین نه تنها خربوزه بوده است، بلکه همچنین 4 مرد در پس قوطی ها پنهان شده‌اند. آنها خواستند غیر قانونی به روسیه وارد شوند. اکنون همراه با راننده و صاحب بار در تشکیل مهاجرت غیر قانونی عیبدار می شوند. همه آنها را تا 5 سال زندان تهدید می کند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام و بعد تشکر که در برنامه با ما بودید. خبر و مطالب بیشتر در وبسایت ما گذاشته شده است. با امید خبرهای خوب خود را ایجاد کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشید.